این حوالی ساکن دیگر کوچه سامانیان جماعت دیوتی چارکو نظرف شریف است. وقتی که تیرپرانی را جانب قرقیزستان آغاز میکند، صاحب خانه با اهل عائله خانه را ترک میکنند. نظامیان قرقیزستان با استفاده از سلاح طوری که در درآمدگاه است دروازه با سوی خانه نامبرده تیر خالی کرده قلف در رو شکسته وارد حولی نظر شریف میشود. خیلی که میبینید در اینجا نه نظامی است و نه دیگر کارمند حفظی حقوق، بلکه یک شهروند عادی، یک ساکن آسایشته عادی است. سال گذشته نیز این خانه را نظامیان قرقیزستان پورا ویران و ولنگار کرده بودند در پی یک مناقشه از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان از نوسازی شد خانه. این سال نیز طوری که می‌بینید باز با استفاده از نامعلوم سوزشواری را آتش زدند یا که از سلاح استفاده بودند. احتمال زیاد است که از با استفاده از سوزشواری خانه را آتش زدند. سنه 16 سپتامبر سال جاری نظامیان قرقیزستان محض از همون قسمت طریق مینامیات گلوله انداخته، گلوله اومده محض در همین جا زده. انا این سوراخی که میبینید از پاره های گلوله ریخته شده‌اند. ساکن کوچه سامانیان رقم 64 عباس فالیم در اینجا نشسته بوده است. پاره‌های گلوله از پاره‌های گلوله آسیب جسمانی دیده در جای حادثه به هلاکت میرسد.